سلام، من لیلا سلطانی، دبیر شیمی و مدرس کنکور. پستی که آماده میکنم برای یوتیوب هست. اولین پست کوتاه برای بررسی اون پست های قبلی که تدریس به روش تقریب بوده. چند تا مثال حلش بکنیم در پست های کوتاه. ببینید بچه ها اینو به من داده که اینو ساده کنیم. قرار شد که ما اعداد رو دو رقمی ببینیم، یعنی اول میایم سراغ گزینه ها 31 و 1 62 و 2 93 و 3 18 ممیز 64. ستون کار رو به هم نمیزنیم. همطور که میبینید اسکلت ها با هم فرق داره. در پست های بلند قبلی گفتم و ما گیر صفر و ممیز نیستیم، یعنی سرنوشت ما اینطور نیست یک گزینه باشه 10 یک گزینه 100. استخوان های عدد ها با هم فرق میکنه. پس لازم نیست من صفر بالا رو هم ببینم. 22 و 4 18 ضرب در 2. میتونم 18 رو بشکنم به 2 نقطه. بچه‌ها جون میتونم اینو بشکنمش به 2 نقطه. ببینید 2 ضرب در 9 ضرب در 2. بارها و بارها در پست های بلند قبلی گفتم حفظ باشین 22 و 4 با 4، چون 22 و 4 یه عدد حیاتیه برای ما. میشه 56 دهم یا 56، چون ما قرار اعداد دو رقمی ببینیم. پس من دارم 5 3 56. خب 9 هم میشکنم به 3 تا و تمام. این با این بله 3 با 3 ساده شد. معکوس 5 میشه 2 میارم پایین میشه 56. 5 معکوسش میشه 2 میارم پایین 2 3 تا 6 56 به 6. من اگر که مثلا من 56 9 6 تا میشه 54 تا دیگه. ببینید 9 من درش میارم، چون هیچ کدوم از اینا 9 نیست. من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. این پست کوتاه.